устод, шумо мегӯед ки خواندن مهم است، تحصیل اکادمی مهم است، درست؟ خیلی مهم است. بله. هرچند بسیاری ها اما میگویند حالا- که خواندگی ها بله. چی شدن. حالا ماده شده است که چنین میگویند نخوانده هم تحصیل نه. نکرده دیپلم نه. نگرفته هم موفق نه. شدن ممکن است. شما به این ضدید. البته من به شما شرح میدهم. در مورد تحصیل و معارف به هر حال کوشش کرده خواندن در کار. حالا کس باید خودش را مجبور کرده خواند. پیشتر ما را دولت مجبور میکرد که خوانیم. حالا باشد آدمان باید خودشان فهمند که مهنت ذهنی بلندترین معاش را داراست. مهنت جسمانی باشد چندان ارزشی ندارد. ربات ها پیدا شده ایستادند. حالا ما درباره خودآموزی گپ میزنیم. عین زمان این چیز ماده و معمولی شده است. رفتن به ترینینگ ها. البته و به این حالا طلبات خیلی زیاد است. اگر بله، پیشتر همه بله. ماشین و خانه هایشان را نشان داده فخر میکردند، حالا باشد آدمان بسیار خواندنشان را نشان داده فخر میکنند. مثال در اینستاگرام. چون سبب که آنها چیست؟ با عقلتر شدند. آدمان زیرکتر شدند. پیشتر چه خیل بود؟ لباس های عالی می پوشیدند و با همین نشان می دادند که شخصی موفقند. بله. حالا با کارت کردیتی به ملال لباس های بهترین را خریدن ممکن است. درست؟ بله. با کردیت کوارتیر خریدن ممکن است. پس با قرض خود را با نشان دادن ممکن است. ماشین را با کردیت گرفتن ممکن است، ولی خود را با عقل نشان دادن ناممکن است.